topraklarda ittifak istersen ittifak, Sen beni kızıma götüreceksin. Ben de senin o pis canını almayıp salacağım seni. cenk istersen cenk var. Ama Benim de sözüm kat'idir. yoksa ne olur? یتیشم بهیم. خب سلام دوستان، توی این ویدیو با بررسی اخبار و حوادث جدید قسمت 184 سریال قیام عثمان همراه شما عزیزان هستیم و با تیزر جدیدی که از این قسمت منتشر شد میبینیم که کل خانواده عثمان بی در خطر هستند، چرا که در سکانس های این تیزر حمله سنبیک به فاطمه خاتون، حمله غافلگیر کننده مغول ها به علادین بی و غنچه خاتون، اسیر شدن دوباره بالا خاتون توسط صوفیا و به تله افتادن عثمان بی و اورهان بی با آلپا توسط اولوگوای رو میبینیم که این میتونه خبر بسیار بد و شوکه کننده‌ای برای طرفداران سریال قیام عثمان باشه. آیا عثمان بی، اورهان بی و آلپا میتونن از تله اولوگوای نجات پیدا کنن؟ آیا بالا خاتون میتونه خودشو از اسارت صوفیا بیرون بکشه؟ آیا علادین بی و غنچه خاتون میتونن از دست حمله غافلگیر کننده مغول ها نجات پیدا کنن؟ و آیا فاطمه خاتون توسط سنبیک به شهادت میرسه؟ در ادامه این ویدیو با بررسی کامل به تمام این سوالات پاسخ خواهیم داد. پس اگر طرفدار سریال قیام عثمان هستید این ویدیو رو حتما تا آخر تماشا کنید. قبل از بررسی اخبار و حوادث جدید این قسمت، برای حمایت و انرژی زیاد دادن به ما، اگه تا الان کانال سلب هاب رو سابسکرایب نکردید این کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلی رو هم فشار بدید تا از ویدیوهای جدید بعدی با خبر بشید. در جگرتون جانم هموطنا، بریم سراغ ادامه ویدیو. توی سکانس اول میبینیم عثمان بی با شاهزاده های خودش به دیدار سنبیک خاتون میرن. عثمان بی به سنبیک میگه هدف از اومدنت به اینجا چیه؟ سنبیک رو عثمان بی میگه یا به همون مالیات میدی یا دخترت فاطمه خاتون رو به عنوان عروس خانواده بزرگمون میدی. در ادامه شاهزاده ها رو میبینیم که با شنیدن حرفهای سنبیک به خشم میان و نمیتونن خشم خودشون رو کنترل کنن. اورهان بی رو به سنبیک میگه متوجهی داری چی میگی؟ بعد عثمان بی جلوی شاهزاده های خودش رو میگیره و مانع به هم خوردن این اوضاع میشه و در جواب رو به سنبیک میگه اگر میخوای در این سرزمین پیمانی ببندی اجازه بده ما شرایط اون رو برات تعیین کنیم و اگر جنگ میخوای جنگ میکنیم ولی هرگز خواسته تو اتفاق نخواهد افتاد و فاطمه خاتون رو هرگز به شما نمیدیم. سنبیک با شنیدن پاسخ قاطعانه عثمان بی عصبانی میشه و میگه از دستور من به هیچ وجه سرپیچی نمی کنیم وگرنه. عثمان بی در جواب میگه وگرنه چی میشه؟ توی سکانس بعد ادامه حمله مغول ها به قبیله عثمان بی رو میبینیم که این حمله در نبود عثمان بی و شاهزاده های اون صورت گرفته. وقتی که شاهزاده ها و عثمان بی بعد از حمله مغول ها به اونجا رسیدن، اورهان بی با ناراحتی رو به پدرش میگه نتونستیم به اونها برسیم و عثمان بی با دیدن جنازه شهدای کایی به شدت شوکه میشه. توی سکانس بعدی حمله وحشتناک سنبیک به فاطمه خاتون رو میبینیم که پاسخ رد قطعی عثمان بی حسابی سنبیک رو به خشم آورده و سنبیک رو به اولوگوای میگه کاری میکنم طوفان اونها رو نابود کنه و افراد و همدستان عثمان بی رو تک تک نابود میکنم. توی سکانس بعدی هنگامی که علادین بی و غنچه خاتون تنها در جنگل بودن، حمله غافلگیر کننده مغول ها به اونها رو میبینیم که به احتمال زیاد علادین بی و غنچه خاتون به اسارت سنبیک در میان. توی سکانس بعد به تله افتادن عثمان بی، اورهان بی و آلپا توسط اولوگوای رو میبینیم که اولوگوای غار رو منفجر میکنه و شاهد فرو ریختن غار به اونها رو میشیم و سنبیک با تمام قدرت خودش سعی در نابودی کامل عثمان بی و خانواده‌اش داره. توی سکانس بعدی میبینیم بالا خاتون به شدت صوفیا رو میزنه و اونو شکنجه میکنه و رو به صوفیا میگه اگه منو پیش دخترم حلیم خاتون ببری تو رو نمیکشم و آزادت میکنم و در صحنه شکنجه صوفیا پاینا یا همون حلیم خاتون حضور داره و از شکنجه صوفیا به شدت عصبانی و ناراحته. در ادامه صوفیا به بالا
خاتون میگه جای دخترت حلیمه خاتون رو بهت نشون میدم و یه جورایی راضی میشه. بالا خاتون صوفیا رو به جایی که بهش گفته شده میبره، اما در واقع این دام و تله صوفیاست و در اونجا هرستو منتظر اونهاست و در فرصتی مناسب هرستو شمشیر خودش رو زیر گردن بالا خاتون میگیره و اونو اسیر خودش میکنه. اما بالا خاتون با هوش و شجاعت خودش هرستو رو به هلاکت میرسونه و از دست صوفیا فرار میکنه. بر اساس اخباری که از سوی سازندگان سریال داده شده، سخبه فاطمه خاتون رو از حمله مغول‌ها و اسنبیک نجات میده و عثمان بی و افرادش از تله اروگوئه نجات پیدا میکنن و عثمان به هنگام خروج از غار میگه حتی اگر در مسیر خروج از غار هم به شدت زخمی بشیم، این نمیتونه مانع جلو رفتن ما بشه. بالا خاتون هم که با هوش خودش از قبل میدونست که صوفیا به این راحتی ها محل اختفای حلیمه خاتون رو نمیگه، تظاهر میکنه که اسیر صوفیا و هریستو شده و با این کار صوفیا رو تحریک میکنه که بهش بگه حلیمه خاتون کیه و کجاست و در همین صحنه صوفیا اعتراف میکنه که مریم همون حلیمه خاتونه و مریم که بالا خاتون و صوفیا رو تعقیب کرده بود در گوشه‌ای پنهان همه حرفای اونها رو میشنوه و در این قسمت راز بزرگ حلیمه خاتون برملا میشه و بالا خاتون میفهمه که مریم همون حلیمه خاتونه و بعد از شنیدن حقایق همونطور که گفتیم بالا خاتون با هوش و شجاعت خودش هریستو رو به هلاکت میرسونه. خب مرسی از اینکه تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. خداییش اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک و بکوبید و اگر میخواین اخبار و حواشی قسمت های جدید سریال قیام عثمان رو به صورت خلاصه در یوتیوب ببینید، کانال سلب هاب رو حتما سابسکرایب کنید و اون زنگوله بغلی رو هم فشار بدید تا از آخرین اخبار و حواشی سریال ها و سلبریتی های ترکی زودتر از بقیه با خبر بشید. مرسی بابت حمایت های قشنگتون، دوستتون دارم. تا یه ویدیوی خفن دیگه، خدا نگهدار.